سلام سلام كمسك الختام. به نام آن که جان آفرید. آیا می خواهی اجر بسیاری را سزاوار گردی؟ پس حدیث زیرین را گوش بده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کسی به کاری خیر راهنمایی کند، برای او مانند اجر انجام دهنده آن اجر داده می شود. روایت مسلم. حدیث کوتاه است ولیکن برکت بسیار دارد. ببینید وقتی که ما شخصانی را برای خوب راهنمایی کنیم، آن اجری که آنها میگیرند به ما نیز چنین اجر داده می شود. تصور کنید اگر شما 100 نفر را به کار خیر راهنمایی کنید، هر آن مقداری که آنها ثواب میگیرند به شما هم چنین مقدار ثواب داده می شود. اگر شما 10 نفر را قرآن خوان کنید و تا آخر حیات وقتی که آنها قرآن میخوانند، ثوابش به شما هم آمده میرسد. و بدانید که در دیگر حدیث آمده است و کسانی که به کاری بد راهنمایی میکنند، آن گناهی که انجام دهنده ها میگیرند، این شخصی راهنمایی کرده نیز چنین گناه میگیرد. پس از شخصانی که باشیم تنها برای خوب، برای خیر راهنمایی کنیم و از راه بد باز داریم، مثل پیامبران، مثل علما، مثل انسان‌های صالح. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.